در ولایت سوخت حرارت هوا از 35 تا 40 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا از سنه دوم تا 5 ایول باز هم بلندتر می شود. در این باره سردار مرکزی آب و هواشناسی ولایت سوخت عبدولی حامد صبح امروز طریق صحبت تلفنی با ما اطلاع داد. او ابراز نمود که در نتیجه بلند شدن حرارت هوا نمناکی پس می شود و این حالت به سلامتی گروه از ساکنان نیز تاثیر منفی خود را رسانیده می تواند. پیشگویی آب و هوا در دقیق از دوم تا 5 ایول سال 2021 در ولایت سوخت هوا چنین می شود. هوای کم‌ابر بی‌بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه 19-24 روزانه 35-40 گرادوس گرم می شود. در ناحیه‌های کوهی باشد شبانه 17-22 روزانه 28-33 گرم می شود. در این وقت در بعضی ناحیه‌ها شمال با سرعتی از طرف غرب با سرعتی 8 تا 12 متر وزیده، در بعضی ناحیه‌های کوهی و دامنه‌ها بارش و کمی باران پیشگویی می شود. شهر خوجند گرمی تا از 35 تا 41 گرادوس می براید. در بعضی ناحیه‌ها در ناحیه‌های دامنه‌ها از 35 تا 38 گرادوس، در ناحیه‌های ولگرد از 35 تا 40 گرادوس پیشگویی می شود. در این هوا بسیاری کسل‌ها هستند که کسل‌های تخی نفس، کسل‌های فشار خون گشت و گذار کردن در آفتاب و زیان دارد. سردار مرکزی آب و هواسنجی ولایت سوخت عبدولی حامدوف میگوید بلندشوی حرارت هوا همه ساله در فصل تابستان به خصوص ماه‌های ایون و ایول به مشاهده میرسد و تاکید کرد که در 10 روزه ماه ایون سال گذشته حرارت هوا در سوخت 40-45 درجه گرم شده بود. این حالت امسال نیز به مشاهده میرسد و تا آخر هفته نو حرارت هوا نسبتاً گرمتر خواهد شد. با نزدیکی در ساحل دریا رفته دم گرفتم که این بحری تاجیک به من حاضر در خانه اساسا نبیره ها کلی کتاب خانه کلی مشغول میشه بیرون به نبیره های هم نمیونیم برای اینکه هوا بلند ممکن و بگم که رادیاسی هست میگه بلندی وقتی نمیمونیم حرکت میکنیم که بچه هم خانه نگاه داریم سلقینی به خانه میشنیم دیگه از آلیک با آمدیم آلیک گفتیم رفته سلقین به میشنیم دیگه خانه میشنیم دیگه چونو میبرویم هنوز به بحر بمیریم همون خانمو میشنیم ما پیرکی کو داولینی هم میبرو برای همون احتیاج شده نمیبرویم از حرکتی خریدامای کردیم احتیاج شده بینیم نمیبرویم تا اکن بیگانی های اکن احتیاج شدن در کار دیا البته در اتاق کاری قرار میگیریم و کوچه در حالت ضروری میبرویم جوی سایه و بریم بسیار گشتن ممکنه آفتاب میزنه اکن هوای گرم البته خانه اشتنده کرده که ما باید کسلی های دل باشد داولینی باشد دیگر خانه میشنیم دیا اکن ضرور که بود برآمدیم هوای گرم برای آدم کلان خدا نازنی حرکت میکنیم جای سایه گشتن بده کلانسال شدن بعد که براستش دو داولینی میشه سلامتش خدا بچه یاش پایین نی ما حرکت میکنیم که کلانسال شدن بعد خودش احتیاط کند. ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراجدنی در ولایت سوخت مردم را دعوت می‌نمایند که از ساعت 11 تا 16 به کوچه بی ضرورت نبرایند برای آنکه شعاع بلند آفتاب میتواند به سلامتی آنها تاثیر منفی رساند. اینچنین خواهش کرده می‌شود که هنگام تشریف آوردن به ساحل‌های کوه و آبانبارها از روی ریجه در بالا ذکر گردیده مناسبت نمایند. ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراجدنی در ولایت سوخت به مهمانان ولایت و ساکنان مراجعت نموده احترامانه خواهش می‌نماید که در روزهای پیشگویی شونده از ساعت 11 تا 16:00 بدون ضرورت در کوچه‌ها گشت و گذار ننمایند زیرا شعاع بلند آفتاب میتواند به سلامتی شما ضرر رساند. اینچنین آن نفرانی که در روزهای گرما روزهای خود را در نزد ساحل‌های آب گذراندن می‌خواهند توصیه داده می‌شود که کودکان نابالغ خود را زیر نظارت قطعی قرار دهند. نسبت آنها به اهمیتی و بی‌نظارتی ظاهر ننمایند زیرا به اهمیتی و بی‌نظارتی شما میتواند با مصیبت انجام یابد. اینچنین هنگام سرمستی سرهوشی وارد آب نگردید. در موضع‌هایی که شنا کردن منع کرده شده است و برایتان ناشناس میباشد وارد آب نگردید. حیات خود و نزدیکان خود را زیر خطر نگذارید. گزارش مهرانگیزی عبدالاحد و یوسف یونسوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.